شماره شونه 13 میل رو برمی‌داریم، بالای فیدمون رو برای فید تمپل یا شقیقه مشخص کنیم. طبق دیاگرامی که می‌بینی حالت نیم دایره تو قسمت بالای گوش و قسمت بالای آیکون رو که می‌بینی موقعیت ما نسبت به مدل هست و شماره 13 میلی که استفاده کردیم. شماره 3 میلیمتر رو برمی‌داریم، قسمت خط ریش رو با شماره 3 میلیمتر میزنیم که قسمت پایین فید یا سفید فیدمون رو مشخص کنیم و چون مدلمون کلاسیک هست نمیخوایم خیلی سفید شه، از 3 میلیمتر استفاده می‌کنیم. کامل 3 میلیمتر رو چندین بار تکرار بکنید که رنگ 3 میلیمتر دیده شه و کامل موها رو زده باشید و دیاگرام رو توجه کنید که با توجه به دیاگرام اون قسمت رو سفید کنید. از شماره 4.5 میلیمتر با گارد بسته فقط رو خط 3 میلیمتر کار بکنین که خطتون رو کم رنگ تر بکنه و مرحله بعدی 4.5 و گاردش رو باز بکنین، یک مقدار وارد محدوده 6 میلیمتر یا 10 میلیمتر بشید و اون مقدار رو کار کنید تا فضای توسی تیرتون رو بسازید. طبق دیاگرام آیکون سمت چپ که می‌بینید از شماره 3 میلیمترتون استفاده بکنین با گارد باز و بیاید روی خط 3 میلیمتری که با گارد بسته انداختید با گارد باز حالا کار بکنید. سعی کنید خطتون رو محو‌تر بکنید و با کمک مفصل کتف و آرنج میتونید کارتون رو به خوبی پیش ببرید. توی مفصل کتف و آرنج از کورنر ماشین استفاده کنید، مخصوصا تو فیدهای شقیقه که فضای خیلی کمتری دارید. کمکتون میکنه فیداتون رو محو خطاتون رو راحت انجام بدید. قبل اینکه کارتون تموم شه خط دور گوش پشت گردن و شقیقه رو بگیرید که یا حالت قاب عکس شه کارتون و ایراد کارتون بهتر نمایش داده میشه و راحت‌تر میتونید لکه گیری کنید و ایراداتتون رو برطرف بکنید. توجه کنید که دقیقاً عین این مراحلی که رفتم رو توجه کنید و انجام بدید و با توجه به دیاگرام مراحل فید رو میتونید ببینید. میتونید به جای استفاده از تیغ و از شیورتون استفاده کنید تا موهای اضافه رو از بین ببرید. این کار باعث میشه که اون حساسیتی که تیغ داره رو از بین ببره و خیلی بهداشتی تر هم هستش. بعد اینکه کادر دورتون رو درست کردین، مهمترین قسمت لکه گیری و فاینال کارتونه که شما با توجه به فرم و شکلی که ساختید لکه‌هایی که دارید رو از بین میبرید. توجه کنید تو قسمت‌های تیره کارتون از قیچی پیتاژتون استفاده کنید و تو قسمت‌های روشن کارتون میتونید از قیچی کاتتون هم استفاده بکنید. حالا با گوشی موبایل یا توی آینه میتونید لکه‌ها تیرگی هر نوارتون رو نگاه کنید و ایرادات خودش رو بهتون نشون میده و سعی کنید که نوار به نوار این لکه گیری‌ها رو انجام بدید و قسمتی از جاها رو با شونه قیچی پیتاژ یا اینکه بدون شونه میتونید لکه گیری رو انجام بدید.